با تماشای شروع خوبی هفته نو من شالگل خوجا با اخباری امروز 16 اپریل شما همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعهای روز. در انجمن شرطنامه‌بندی که با اشتراک تاجران سمرقند در سوق میگذرد میوه و سبزیجات تاجیکستان خریداری زیاد داشته است. خریدار بیاد کشوری سیتوسیومو بیاد نغزم. حالا بود بیاد کشوری رسید. میمانند یا میروند تصمیم های ضد و نقیض حکومت آمریکا در رابطه با حضور نظامیان آمریکایی در خاورمیانه. قالین های دستی و سه رنگ افغانی اقتصاد کشوران میچرخانند ولی زندگی کاسبان را بهینه میکنند. خب ما 3-4 نفر سر یک قالین میشینیم، فکر دمای 8000 یا 7000 که میشه، خیلی در سختی خرج خود پورا میکنیم. شروع میکنیم از آن که دادگاه نظامی گارنیزون خوجند دو مرزبان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به مهلت‌های طولانی زندان حکم کرد. خسرو ملیک و جانبک ایرسالیف برای کشتاری موهیگیران به 20 و 22 سال زندان محکوم شدند. این حادثه هفتم январи امسال در نزدیکی منطقه با ازبکستان هم مرز کانی بادام رخ داد. مرزبانان به سوی ماشینی که در آن 5 ساکن ناحیه اسفر سوار بودند تیرخوری کردند. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسید. اکنون مرزبانان محکوم شده مهلت حبس را در زندان نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. در ولایت سوغد میمانیم که در این منطقه تاجیکستان برای سیوم دفعه صاحبکاران از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به هم آمدند. در همایش مذکور که برای افزایش صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان برگزار می شود، این بار صاحبکاران شهر سمرقند هم شرکت داشتند. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر. این آهنگ از فیلم خط پرواز که بیانگر وضع معشوق فراق افتاده بود امروز به دیگر خاطر صدا میداد. زیاده از 200 صاحبکار تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در سوق برای بستن شرطنامه‌های همکاری جمع آمدند. این انجمن که سال سوم است در ولایت سوغد برگزار می شود به خاطر خریدار پیدا کردن برای میوه و سبزیجات است که در این ولایت پرورش می‌یابند. این یک فضای موافق برای دریافت همکاری خارجی برای کشاورزان و باغبانان سوغدی است. عبدالرحیم طاهرов در ناحیه جیهون در گرمخانه 1 گکتاره خود سیتروس، لیمو، افلیسون پرورش میکند. با این انجمن به خاطر طلبکاری محصولات خود آمده است و امید دارد کارش برار میگیرد. خریدار بیاد کشوری سیتوسیومو بیاد نغزم. حالا بود بیاد کشوری رسید. باری اول است که 20 صاحبکار هم از ولایت سمرقند ازبکستان بعد باز شدن مرزهای دو کشور در این انجمن اشتراک کردند. بیشتر از آنها نمایندگان خواجگی‌های دهقانی هستند و به قول نماینده پلات سودای ولایت سمرقند به خاطر بستن شرطنامه‌های مفید آمدند. دو شهر سمرقند و خوجند برادر شهرند و می‌خواهیم با هم باشیم و تجارت رشد کند. در انجمن صاحبکاران عرض دل کردند صادر میوه و سبزیجات در تاجیکستان بی‌نظم است. باز هم دشواری‌های مثل نرخ گران انتقال، تهیه سریع سندهای حمل و نقل، دریافت خریدار ثابت و کفالت پرداخت مبلغ باقی مانده است. اظهار امیدواری کردند مقامات برای حل این مشکل‌ها اقدام می‌کند. رو می‌ریم با موضوع دیگر. شام یکشنبه قصر سفید بار دیگر تاکید کرد که سربازان آمریکایی را در سوریه ماندنی نیست. این اظهارات در حال صدا می‌دهد که از این پیشتر نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد برعکس گفته بود که کار این سربازان هنوز در خاورمیانه انجام نشده است. گذشته از این پرزیدنت فرانسه ابراز داشت که رهبری آمریکا را به تمدید حضور سربازان آمریکایی در سوریه مایل کرده است. قصر سفید میگوید وظیفه‌های نظامیان آمریکا در سوریه تغییر نیافتند و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ جانبدار هر چه زودتر بیرون شدن سربازان آمریکایی از این کشور خاورمیانه است. اظهارات قصر سفید 15 اپریل یک روز پس از حمله هوایی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه بالای سوریه نشر شد. موشکباران سوریه همچون دخالت عمیق‌تر ایالات متحده آمریکا در نزاع سوریه شرح داده می شود. هفته گذشته بعد حمله احتمالی کیمیایی بالای شهر دوما، کشورهای غربی به حکومت سوریه تهدید کرده بودند که قیمت این حمله وحشتبار را پرداخت خواهد کرد. پیش از اظهارات سخنگوی قصر سفید درباره خروج زودرس سربازان آمریکایی از سوریه، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی گفت که آمریکا به همین زودی ها از سوریه خارج نمی شود، زیرا به اصطلاح میسیه
اجرا نشده است. سه وظیفه در پیش است. اولا طور پرزیدنت واضح ابراز داشت ما با استفاده سلاح کیمیایی در یگان گوشه عالم اجازت نمیدهیم. در این زمینه هر کاری که برای حفظ امنیت آمریکا ضرور است ما اجرا خواهیم کرد. ثانیاً باید درک کرد که گروه داعش باید کاملا محو کرده شود. در این جبهه ما پیشرفتی عالی به دست آوردیم ولی ما زمان توقف میکنیم که منطقه از داعش کاملا آزاد باشد. سوم ما باید مطمئن باشیم که منطقه تحت نفوذ ایران قرار نمیگیرد. در همین حال پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون اثنای صحبت با خبرنگاران تاکید کرد که او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را مطمئن کرد سربازان آمریکایی را فوراً از سوریه بیرون نکند. به قول ماکرون 10 روز پیش ترامپ میخواست نیروهای آمریکایی را از سوریه برآورد ولی متفقان عزم او را تغییر دادند. قصر سفید همچنان خبر داد که بر پایه قانونهای آمریکایی 15 اپریل پرزیدنت ترامپ کنگره ایالات متحده آمریکا را درباره حمله موشکی سوریه آگاه کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای نخستین بار کنسپسیای سیاست دولتی در امور دین را قبول کردند. طرح نهایی آن با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان به تصویب رسید. مقامات میگویند راه یافتن فکر و عقیده و غایه‌های دینی بیگانه به جامعه تاجیکستان گسترش فاناتیسم و رادیکالیسم دینی از جمله آن چالش‌هایی است که ضرورت قبول چنین یک حجت را به وجود آورده است. عبدالله اشورов شورای ما این موضوع را تحلیل کرد و حالا از مرکز خبری به ما میپیوندد. خب عبدالله، درست است که در این کنسپسیا شماره دقیق مسجدها حساب شده و کفایه بودن یا نبودن آنها مطرح گردیده است؟ بله شهلا، در تاجیکستان عین زمان به گفته مقامات و آن چیزی که در این کانسپسیا ذکر شده است 3900 مسجد رسما فعالیت میکنند و طبع مقامات امور دین در تاجیکستان میگویند تالارهایی که این 3900 مسجد در تاجیکستان دارند قادر هستند که تمام عبادت کنندگان را فرا بگیرند و اگر روز فرا رسد و همه مردم تاجیکستان نیز به عبادت حاضر شوند این تالارهای مسجدها قادر هستند که همه را فرا بگیرند. بجز از مسجدها همچنان 68 عبادتگاه های پیروان دین های دیگر از جمله پیروان مسیحیت و پیروان یهودیان نیز ثبت نام شده است در تاجیکستان و رسما فعالیت میکنند. اما یک مسئله که مقامات امور دین را در تاجیکستان تشویش آورده است و در این کانسپسیا نیز ذکر می شود این است که سالهای اخیر میسیونرها از خارج کشور وارد تاجیکستان میشوند و با استفاده از ناداری و ضعف‌های اقتصادی مردم تاجیکستان آنها را به دین و مذهب‌های خودشان جلب میکنند. ببین عبدالله، مقامات چند سال به این سو تندگرایی و افراطیشوی جوانان به قول جنگ اعلان کرده است و کنون دولت حتی به خاطر بازداری جوانان از فرقه و حرکت‌های تندگراگروی حرکت‌های تبلیغاتی را تأسیس داده است، ولی در اصل نتیجه است یا نه؟ بله شهلا، موضوع گرویدن جوانان خاصتا جوانان به افراطگرایی نو نیست. تقریبا طی 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان با این روند مبارزه میبرد، اما کارشناسان خصوصا آنهایی که در میان مهاجران تاجیک در روسیه کار میبرند میگویند این مسئله هنوز داغ باقی میماند، چون با مشاهده های آنها مسئله تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه خیلی بلند است. ما در این رابطه صحبت داشتیم با یکی از فعالان حقوق تاجیک در روسیه، حاکم شاه محبتوف، و او چندی از مثال های تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه را به ما نقل کرد. یک مراتب من آهنگی احمد ظاهره گوش میکردم، نفری در آمد تقریبا 19-20 ساله گفت که شما کافر هستید که این سرود احمد ظاهره گوش میکنید. من گفتم برادر شما در کجا خوانده اید و این اندیشه های شما از کجاست؟ گفت از یک کسیت یک افغان ما این را گوش کردیم. باید ذکر کرد که در روسیه نزدیک به 1 میلیون نفر مهاجری کره تاجیک کار و زندگی میکنند که اکثر آنها جوان هستند. تشکر عبدالله. در ضمن بیش از 97% اهالی نزدیک به 9 میلیون نفری تاجیکستان خود را پیروان دین اسلام میشمارند، بجز از 3% که پیروی شیعه اسماعیلی هستند. اکثریت از مذهب امام اعظم پیروی میکنند.
نگاه می‌اندازیم به افغانستان. قالین‌بافی از هنرهای قدیمی افغانستان است که کوسیبانان را از نسل به نسل به میراث می‌گذارند. بعضی از منطقه‌های این کشور و یا هر خانواده در علیحدگی در قالین‌ها نقش و نگاری مخصوص می‌آفرند. فعلا قالین‌های دستباف اساساً برای صادرات آماده می‌شوند و صدها هزار نفر در این کشور به قالین‌بافی جلب شدند. تاثیر این هنر به زندگی کوسیبان و دورنمای این صنعت را در گزارشی نوبتی می‌بینیم. برای استحصال یک قالین دستباف، علیرضا و اهل عائله‌اش تقریباً یک ماه را صرف می‌کنند. محصول زحمت صدها عائله افغان روی فرش قصرهای شاهی و مسکن ثروتمندان سراسر جهان را آرام می‌دهند. ولی علیرضای 35 ساله پدر 4 فرزند میگوید درآمد از فروش قالین‌هایش برای تأمین روزگار به زور می‌رسد. خب ما 3-4 نفر سر یک قالین میشینیم. فکر دمای 8000 یا 7000 که میشه، یعنی در سختی خرج خود پورا میکنیم. این مشکلات هست دیگه. قالین اصلی افغانی رنگ تاریکی سرخ داشته، دستی از پشم تازه بافته می شود. قالین های علیرضا رنگ کبود هم دارند. او شکایت می کند که سالهای اخیر مردم بیشتر به قالین های ارزان ماشین بافت مایل دارند. از ما مواد ما کیفیتش بالاست، دست بافت است دیگه، کیفیتش بالاست، دیگه کس نمیخره خارجی ها. این دم موتور پاکستانش موتور شاید مواد به کیفیت کار ارزان میفروشن، یعنی قالین ما رو بازارش خواب کنن. بر علاوه هر زمانی که در کابل صدای تیر و ترکش بلند می شود، علیرضا و دیگر کاسبان افغان نه تنها امنیتشان بلکه از ضربه به تجارتشان نگران می شوند. ناامنی خریداران خارجی را از سفر به افغانستان باز می دارد. با سبب‌های مربوط با امنیت افغانستان، ثروتمندان نمی‌خواهند برای قالین‌خری به این کشور آیند. 1 متر مربع قالین دستباف افغانی از 70 تا 250 دلار قیمت دارد. یک قالین بزرگ می‌تواند خراجات سالانه یک عائله را برآورد. ولی در سالهای 2016 و 2017 صادرات قالین دستباف از افغانستان 50% کاهش یافته به 38 میلیون دلار مساوی شد. سال پیش از آن افغانستان از صادرات قالین نزدیک به 90 میلیون دلار کسب کرده بود که بخش بزرگ آن به پاکستان همسایه ارسال شده است. اکنون تاجران با امید به خریداران محلی نظر انداختند. قالین افغانی اگر قیمت هم باشه با دوام است، یک چیز خوب است، یک چیز وطنی خود ماست. برنامه ادامه میدیم. خطکننده‌های مکتب‌های میانه توجیکستان هرچی بیشتر میخواهند معلومات عالی خود را خارج از کشور، مثلا امریکا و اروپا و روسیه بگیرند. اکثر کارشناسان توجیک میگویند توجه بیشتری جوانان توجیک به تحصیل و زندگی در روسیه قابل درک است، چون به گفته آنها این کشور مکان کار و زندگی بیش از 1 میلیون ساکن توجیکستان باقی میماند و از نظر زبان و منتالیته برای اکثریت نزدیک و آشناست. نمایشگاه مکاتب عالی روسیه در توجیکستان امسال نیز سرودم بود. امسال روسیه برای تحصیل در دانشگاه‌هایش به تاجیکستان بیش از 600 کواتا جدا کرده است. این هم در حالی است که بنا به تحلیل وزارت معارف تاجیکستان سال جاری تعداد خواهشمندان آموزش در مکاتب عالی روسیه حدود 4000 نفر را تشکیل می‌دهد. این رقم در قیاس به یک سال پیش 1000 نفر بیشتر است. آنهایی که طریق بودجوی به دانشگاه‌های روسیه راه نمی‌یابند در بخش‌های شرطناموی حجت می‌سپارند. ارزش سالانه تحصیل در این کشور نسبت به دانشگاه‌های تاجیکستان چندان زیاد نیست، ولی قربی بلندتر دارند. پدر من شهروند روسیه است و برای همین میخواهم به دانشگاه‌های روسیه داخل شوم. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه‌هایش پر از کتاب‌های نادر است. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه‌هایش پر از کتاب‌های نادر است. من همراه بیبی هم زندگی خواهم کرد. میخواهم به شعبه اندرمانی فاکولته طبی داخل شوم. آزمون داخل شوی به دانشگاه‌های روسیه آخر هفته گذشته برگزار شد و به همین زودی‌ها خواهیم فهمید که چه تعدادی از خطکنندگان شامل مکتب‌های عالی آن کشور شدند. اما برای امروز برنامه خبر را خلاصه می‌کنیم و خبرگزاری‌ها از این بیشتر در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. گزارش‌های ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر می‌شوند. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار هر یک شما.